6 نفر اشتراک میکنن. اینک بعد از 2 دقیقه بازی شروع میکنیم چالش رو. چالش نوبتی پیتزا با دانشجویان و با بلوگران. پیتزا را ببینید خیلی زیبا با تمام ناز و نعمتش. در پیتزریای فورم حضور داریم. اینو میده یک وقت میره. اکای دوران جان از دانشگاه طبی تاجیکستان ایما دا ساپرنیکا بگیمی خوراک کسی زودتر بخورد 300 سومون، دویم جا 200، سوم جا 100 سومون. بعد گفتن آنها که من 3 روز هیچی نخوردم حتی یک قاشقچه آب. سعید جان از کالج طبی با این کس پپرونی غلطی دهند. شاهین دانشگاه مولوی. Вообще гарем бамазаси. برنامه تسخرک در یوتیوب کانال خیلی دوغان تیجی. ما در پیتزریای فورم حضور داریم. انا پیتزا آفرین تاجیکستان ما در سلسله میکرورایون در پیتزریای فورم حضور داریم. اینک چالش نوبتی پیتزا کسی زودتر بخورد 300 سومون، دویم جا 200، سوم جا 100 سومون. 6 نفر اشتراک میکنند. گروه دانشجویان و گروه بلوگران. با شما موفق. 3 روز هیچی خوردگی نیستم حتی یک قاشقچه آب. نه 4 روز کم درک سلام شیدم. نه که خیلی خوردم. شبان کن. باز میریم. ایسا بینیم نوع چلنج خیلی باید بس مزدوزه فرده میشه. انشاءالله لیبا وای بیا یکم دیگه گامبورگر فری کلام سوال میکنم. او سلام برشمون این کس اکای شابور جون های دوغانه شنوکته. این کس از دانشگاه دیدی، این کس از مولیا. همین خیلی شابوز همه گفت، همه تعریف کردی. کسی خیلی باشه میگه سالون. پیتزای فیرمینی خودشه همین فوران تیار کرده. کسی باشد پیتزا کسی زودتر شده. جا گروه نیست. کسی. اکو پیتزا جای یکم 200-300 ساعت یا تایی از کوای یا تایی پیتزای. انا میکرد تعریف کردم. حتی هم میگم مالی کامera چیه میگم ما سلام کردم. اکو چه میکن تماشا کنم؟ نه نمی‌رفت توی آقا. خیلی ببینم میگی تو وای بیدا جو مسخما آکاش کم میکنی میدونی بچه‌ها گوش کنید تماشا بینم بچه‌ها یو اوه مامو تلفن دست اومد یک کادر دادم ما بقفش تماشا میکنی همه‌تون بتوان. Şahıbak nakide. Ama dostum. Kuzudan aşkanı. Kime problem ko? گرفتی؟ بیست سه دایده مارسا. سوشال تایی. خیلی که میدونید چالش امروزه پیتزا خوری کسی زودتر بخورد مقام اول 300 200 و 100 و باقی مانده پیتزا او شود. ما در فورم حضور داریم پیتزریا اینا اشتراکچی های ما شباز 2011 و دوغان که در چالنجی گذشته ما خدا که 75 سانتی متر مقام اول را گرفتن آفرین. هر سال سال کی آفرین و از دانشگاه طبی دانشجویان با همراهی بلوگران پیتزا خوری میکنن. کسی زودتر مقام اول دوم سوم را اعلان میکنیم و اینها موفقیت و سربلندی عقل شبو صحت و سربلند باشه. حساب بدروین سکین خلیف عدلیت باشه. سال 2024 کاروچ بیاد تا دست یکی پیشروی سربلندی فقط موفقیت در طرف ما بهتره چیه که ای طرف ما فقط دستگیری و پیشروی ای تا حرکت کردن خیلی سکین مایده کردن ویدیو را نشر کردم در موقعی مقصد تمام مملکت های جمهوری تاجیکستان میبینه با
شما میفخرم تشکر نباشه ندارم اینو ملاش گنرال فتوزده شعبوز داده یک سربلند قبول قبول مرحمت شروع میکنیم اتاس بریم بچه ها بدرون چه باسم اینجا کباب داریم بچه شما این طرف میشینه؟ شو بگرم جورا بو خما که ما کسالی دیم اوه برا بگو که امیره گرم کنی کسالی دیم باید پیتزا رو همه بیارم بچه خواهی مرمت اینو برو این پیتزا چند کیلو داره؟ 36 سانتیمترش تمومی اینجا اینک بعد از 2 دقیقه حاجی شروع میکنیم چلنج رو اینقدر بومزا بدا بچه حرکت که بدا بیو ایرای تاری بکنی گازدامش نبود بشه آنها که چوی لیمون چوی بشه الله میرو یا پرانه تمه اکا شبا شما کدام از این پیتزا رو انتخاب میکنه در این چلنج روز دامی چلنج 2024 کوی هم اینو باید آنا مینه کم سوزه با فکری ما وزه سورانو ایتاش تو اون است اسارتی آفرین اسارتی را ما هست اسارتی را با فکرم اشمو میشود آنا می اسارتی را ما میگیرم بیاین اکا این پیتزای ما در راه اومده ایستادن دوستان عزیز ما در پیتزریای فورم حضور داریم انا پیتزا آفرین آفرین اوه این بومزه بولا Ассорти? اسارتی اوه کاکراس اسارتی اشابو Сосисками пепперони. پپرونی تمام تا اینجا امجا مونین آفرین تشکر اکا جان انا با یک تایی دیگر کورینی یو ما ایره تو بگی اسارتی را تو ما اوخه بگی شو شابوز دید که چی گپه تو از برای میخواد ایواز کند با دیگران کچوک بود است آزیر یک تایی دیگر باش کرم آوز بود کجا اکا شابوز شما رو با میکروسکوپ نکوبیم شد اکا جان خلاصا ما را گفتانیم که این خودش یک نمودی سپورت یک نمودی مشق یک نمودی ورزش با چی ورزش با دهان فقط با چلس کار میکنی چلس دستا قد فقط کار میکنی خوردن برای همین گفتانیم که رحمت به همین برنامه یکی سعید چلنج تشکیل کردگی که بسیار دامو خراب من لاغر خاکن با فربه میشن لگه در هم برنامه خیلی اگه باید دفعه نداره خیلی سپری میگالتا این ما در سپر نکردیم می خوراک سپر وز ما خدمون چی خدمون تالنت خدمون مهارت خدمون میسنجیم بعد گفتن که ما 3 روز هیچ نخوردم حتی یک قاشقچه آب این همی 4 روزه که ترک سلابش دادیم انا میرم با میخورم شد سلامت باشه پادپیشکو اکای سعید فقط شما دستگیری کنید یک تا پیشروی پاپسا چکنه خودتون با میبینید خاطر چیکار میشه همچنین دوغان هم برنامه‌های خوب و جالب دارن در یوتیوب کانالشون تیز خوراک میتوانید در اومده ببینید خیلی جالب است منم دیدم خیلی بود مگامبو من تو خوراک بود آفرین و این کس نامتون سعید جان از کالجی طبی با این کس موفقیت و سربلندی با این کس پپرونی غلطیدند و شاهین از دانشگاه مولیوی با شما موفقیت با شما چی غلطی؟ با کالج مولیوی انمی اسارتی باشه ایتر اسیج واردسه اینا رو دفته میشه و شاهین از دانشگاه مولیوی اکای دوران جان از دانشگاه طبی تاجیکستان کسایی لب باید بعد این برنامه شما رنگی برنامه ما شرط ها نداره این شرط های برنامه ما این برنامه تسخرک ما برنامه تسخرک در یوتیوب کانال خیلی دوغان تیجی شما دا چلنج بله برنامه ما این مقصد همه که نارزونده ناچکونده میخورید
اون وقت ساعت منوت دقیقه لازم نیست برای شما همه خیلی شرط ها نان رزونده باید بخوری نان رزونده نان چکونده بله اون وقت ساعت منوت در نه نه لازم نیست فقط برجو کار میگیری 40 قطعه کرده برای که دنداش پلمبا داره دفکت داره تا گارانت نمیتین بعد از یک دقیقه حاضر شروع میکنیم چالنج نوبتی رو که چخل اعلام کرده بودیم پیتزا خوری کسی زودتر بخورد در اینجا اشتراک دارن داغن تجه که برنامه خودش رو در یوتیوب تسخرک دارن میتوانید در اومده تماشا کنید و شهباز 2211 و گروهی دانشجویان از دانشگاه تیبی کالج تیبی و دانشگاه مالیه اشتراک میکنن از شروع میکنیم اینک دوستان عزیزم پیتزا را بینید خیلی زیبا با لذت میتواند ولی که من نمیچشم فقط نصیب اینها میشوند این خیلی مزه شبه مده بگه نصیب باشد این نگاه کنیم با کمال میگن با این خیلی ساوز داشته است با تمام ناز و نعمتش دو یک شهباز فردوس و داغن تجه با دانشجویان با اینا موفقیت و سربلندی حاضر شروع میکنیم ما حضور داریم در پیتزریای فارم در سیستم میکرورایون اما کفت با اینا موفقیت یک دو سه شروع کردیم اکای داغن شروع رو خیلی جدی گرفتن فردوس همچنین اونجا نیمتایی یک کسوکی رفت خیلی نگاه کنید که با جسم و جان خودتون جبر نکنید خیلی نرمال اینه کمال اینه میگذارن اینو شروع کردم دوستان عزیز شهباز کوتی روسا بگیرم که اگر بشنم با استیل خودش شروع کرده ایستاده است دوستان چقدر دیدید شروع کردن دانشجویان با بلاگرها باید میبینیم که غالب میشود شهباز از سیکالا شروع کرد یادم که هم یادم که مدرم همه دارم چین آفرین دانشجویان هم خیلی جدی رفته ایستادن اکای شاهین اکای سعید اکای دوران اکای شاهین و سعید از دانشجو و شهباز رو شهباز ناله کرده ایستاده از آش یک باید گفته زده ایستاده اوه فردوس روزه این دوسلایه کرده زده ایستاده دوغن تجلی چیگه بود این چی دهشت است اینجا تماشابینانی ما هم از تریتوری 33 میکرورایون فردوس در حقیقت گرسنه بود ولی در آخرت می‌بینیم که عاقبت چی می‌شود خیلی خوب خیلی پیش رفته ایستادن پس بگیم همه یک نارزاندن ناچکاندن اکا شهباز مزه پیسه چی کرد داره زنده دو چکونده زودتر خواهش میکنم زودتر برادرون خود تمام فردوس آفرین فردوس یکم تمام کردن مقام دویم رو انتظاریم و دوران از دانشگاه تیبی مقام دویم رو آفرین و سیم جو راضی انتخاب میکنیم سیم جو خواهش میکنم سیم جو قفا بسن آفرین داغن کی میدوند که مارا سیم جو خورا کنید
آفرین جای سیم شروع شهباز که بهتون از اون بوده آفرین باز ما برشکوه خودم در اطلاع تقسیم میکنم نه که کار خیلی خوب میکنه انا اینجا معلوم شد کی دیر کشتاد است و کی دیر کند ما خودم منتظر کرده ما شهباز آفرین شهباز بابا دوستان و تماشابینان موندگی پیتزا رو تقسیم کرده آفرین سعید از کالج تیوی مقام سیم رو گرفتن سعید از دانشگاه آفرین از این معلوم شد که دانشگاه تیبی کالج تیبی در پیتزا غالی برآمدن زور آفرین نیمه‌دار برای اشتراک دارم اکای شهباز با شمایم و اکای شوین با شمایم خیلی دانشگاه مالیه در پیتزا خوری کم اکای سوستر بودن و بخوام یکوی ما رو بیردست گیریمتن آفرین مقام دویمی ما رو و مقام دویمی ما رو شما هم اول غالبه در زندگی هم غالبه دکای شهباز دکای داغان برای خدمتاتون برای که اشتراک کرده شما هم اول غالبه ولی این چالش امروزه رو گیردست مقام اول رو گیریم 300 تومان میگیرن و اکای دوران از دانشگاه طبی و جای سیم رو از کالج طبی سعید جان گرفتن دوستان عزیز چقدر که ما اعلام کرده بودیم مقام اولی ما 300 سومون اعلام کرده بودیم 300 سومون رو به فردوس تحفه میدیم вообще гарем вам заси و مقام دویمی ما دوران از دانشگاه طبی مقام دویمی ما رو گرفتن تبریک میکنم مرحمت مقام سعید ما را سعید از کالج طبی گرفتن ولی کسا موفقیت و همه که اشتراک کردن میناداری خود را بیان میکنم گپ در پول و مال نیست گپ در اشتراک است نگاه کنید چقدر خرسند چقدر لبخند میزنن مقصد همه ما باید چنین باشد با شما موفقیت ما در فورم پیتزریا حضور داشتیم چی گفتنیم؟ های برنامه گفتم اول که سپورت های رو افتاده نمیشه برای بسیاری بودن که در سوال 4-5 سال هم میخیم خیلی استودنت هم بدن دور استودنتی من میدونم دلم سوق با استودنتم خیلی خیلی استودنت بدن رول تا خط کلاش دم نخواستم که دانشجوی آینده رول تا خط کلاش پیتزا آفرین دستم شده اگر برنامه بخیرم بگرده غالبیت هم استودنت رو دادم آفرین گودا که فرامپسوز داره دلم سوق تشکر به کارمندان این پیتزریای فورم تشکر افاجون تشکر به شما و خواهر عزیز دیگری ما گره بگیرن از کل از سکنه بیارین از کل نفسان تشکر میکنم برای اشتراکچیان و این تفلقان را بینید لبخند بزنن و دانشجویان و بلاگران همه صاحب شکمشون سر و صاحب مبلغ شدن و همه باید چی بگیم تاجیکستان موافق مسلکان خودم من چی بکنیم نسل نوراست آینده دولت ملت خلق وجود میباشم و شما ما چی بکنیم خدمت بکنیم مکتب را سوز بکنیم سبیک را سوز بریم پیش های مکتب مقصد پیش های سبیک رفتن یکی مکتب بکنیم تو صنفی روزه را بعد که مکتب که بود که کردیم
صنف 11 کشیم با صدیق بریم فهمیدین کمتر نمی‌ریم نمی‌تونم اون کمتر شکر می‌کنم پیشروی سربلندی موفقیت در وطن ملت شد گفتم همون شعبوز داده یک نفسیده قضاوت میکنه تو در سراسر کشورهای مملکت‌های جمهوری تاجیکستان با مسلکون هم میفخرم آفرین این خیلی زیادتر از جان زیادتر دوست می‌دارم این رو من تصدیق میکنم چلنج‌های آینده شود حتما خبردار میتونم یکی گفتن نمیشه اگر بدی باشه خیر در خاموش در کجا با شما موفقیت سلامت باشین یگان خدمت کم بودی خدا نگهبانتون شما نه با کسا کنسرتو زنده باشه عاشق سلامت باشین با شما موفقیت سربلندی دوستان عزیز شما دستگیری ایما حرکت کردن پیشروی این طرف دوستان عزیز ما در خداخانه و پیتزیریای فورم در 33 میکرورایون حضور داریم چالش نوبتی حاضر تمام شد و همه که در این چالش اشتراک کردن به بهای 5 دادن برای پیتزا میتونید آمده در اینجا نوش جان بکنید و چیزی نگفتن نمونه گفتی شعباز که ولی نصیب باشد چالش های آینده خودداگ میشود با در همین جا همه شما را انتظار سلامت باشید خدا نگهبانتون سلامت باشید